تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی نامه کنم باز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز، من با شما هستم نسیم سعید و خوش آمدید به کانال گلزار معرفت. تماشابینان عزیز، خواستم که این پدر بزرگوار را برای شما معرفی کنم. هنر گوهری نایاب بوده شخص را به قله مقصد برده می رساند. شخصی هنرمند در هر دور و زمان میان مردم احترام و قدر و منزلت خود را در حال پیدا می کند. حاجی پولادخان ابن قاری یکی از شخصیت هایی بود که در خصوص صنعت خط‌نویسی مشهور گشته بود. نیاگانمان از بابت حسن خط بسیار گفته آن را بهتر از حسن دلدار و همچون ماه در شب تاب حسابیدند. در حقیقت اگر خط نمی بود اینقدر تعریف و واقعه های گذشته و آثار عالمان و شاعران 1000 سال قبلی چگونه دسترسی ما می گشت. درباره کتاب ها سهم خطاطان نهایت بزرگ است. یعنی خطاط کسی است که خطش زیبا و خوشنویس است. حاجی پولادخان ابن قاری 5 فوریه سال 1930 در دهه شلانکی ناحیه غربی حاضر رشت در عائله روحانی به دنیا آمده است. نخست معلومات ابتدایی را در ناحیه حصار گرفته است و بعداً در قراتگین تحصیل را ادامه بخشیده است. با امر تقدیر همچون مهاجر به ناحیه باختر سوخاز فیضعلی سعید و دهه عادل آباد آمده عمر به سر برده است. بعد از آن در نزد پدرش ایشان قاری نظر خواجه خطاط از کتاب‌های مختصر الوقایه، هدایه، تجوید و قرائت قرآن درس می‌گرفت. خط‌نویسی را مشق می‌کرد. او را عشق خط به نوشتن کتاب ربایی و حکایت نویسی راهنما ساخته بود. و دوستان عزیز، این پدر بزرگوار زیاده از 71 کتاب نوشته است و بیایید کمی هم باشد از زبان این پدر بزرگوار میشنویم، کمی صحبت میکنیم. ما را همین خط تعلیم داد تا 12 سالگی. در 12 سالگی بود خط به درجه رسوندیم که همین خط نیاگانی که جامی و سعدی و بیدل و حافظ تغرل به همون خط مشهور شدن، شاعر شدن. همین را به جای رسوندیم که در هم وقت 12 سالگی و 13 سالگی 2 بیاض نوشیدم. 2 تا بیاض نوشیدم. بیاض گفته شعرهای همین شاعر را جمع میکنن و همین کتاب پر میکنن. نمتری 2 تا قد یعنی همون بیاض ها نوشیدم. بعد در اون دیگر کتاب ها همین کلانها را بیدل نوشیدم. حافظه نوشیدم. برای ختم خشورش ها یک حافظی خطاط ایرانی بود. بسیار خط خشورو در 400 سال پیش. همه رو یافتم نوشیدم. خیلی ختم باش کنید. من دیگه با خط عربی را مشق کردم. خط فارسی را دقیقی پدرم مشق کردیم. خط عربی که قرآن اولوحیدی میگن در سمرقند اولوحیدی قاری سمرقندی چاپ کرده. او را ملا مراد بخاری 25 سال معلمی دوره شوروی را تمام کردگی پنسیونر در کوکتاش بود. انا اون در رفتیم همون خط قرآنی را مشق کردیم. انا این خط محبتش به همین درجه بود که اگر همین محبت همین خطاطی نمیشید هیچ کس خطاط نمیشه. اولش که در خطاطی دستی نقاشی در کار، همین دست که نقاش باشه خط تسته یاد میگیره. بعد دیومش محبت، عشق. اگر همون عشق خطاطی باشه همین خطاطی که حالی من در اینجا نوشتم بخارا و سمرقند خطاطاشون همونها دم میزنن که همین محبت داشتیم که اگر روزی که یک خط نمی نویسیدیم شب خوابونه بود میخیستیم شب همون خط می نویسیدیم بعد خواب میرفتیم. حاضر بزرگا بسیار هم در وقت شب بدن مقصد همین سعدی و جامی و همین ها هم کمبغل همین خط آقی می نوشتگی هم شب روز بوده کتاب چیزی داره که تب کنه. بعد از مردن شو اوس 200 سال 300 سال تجارای سمرقند تجارای بخارا دیدن که همین کتابا رو مردم سراغ دارن. بعد همینا چاپ کردن از پلی خودشون چاپ کردن در دکاناشون موندن. مردم بعد صاحب کتاب شدن. اینا کتاب رودکی کتاب حافظ بیدلی جامعه حافظ ای مثال بخارا و سمرقند این ماورانه هر پرشید
همه ایران همه خطاطا بودن که در که حالی قبله آقا میگو که من 11 کس بودم که هر یک کتاب می نویسیدیم چه که می فرمون میشه می نویسیدیم. دوستان عزیز، کتاب های این پدر بزرگوار درباره وطن و غریبی و غیره ها می باشد. دوستان عزیز، با کانال ما ابونه شدن رو فراموش نکنید، دستگیری کنید. خدا خواسته باشد انشاءالله در ویدیوهای آینده برای شما از کتاب های این پدر بزرگوار نقل میکنیم بهترین قصه ها رو. دوستان عزیز، در حق ما دعاگو باشید، چون که درخت با آب می سبزد، آدم به دعا، و حتما در حق ما دعاگو باشید. دوستان عزیز، باقی در امان خدا باشید.